10-12 ساله که بودم با همسن و سالای خودم از مهران تا اینجا می اومدیم تا توی رودخانه شنا کنیم. اون روزا رودخانه آب زیادی داشت. ظهر تا دم غروب اینجا شنا می کردیم و توی سایه نیزار لب رودخانه ولو می شدیم. این فنس و میله ها هم اینجا نبود. یادم از اون طرف بچه های عراقی هم می اومدن کنار رودخانه بازی می کردن. تعدادی از اسماشون هنوز یادمه: جمیل، سمانه، خالد، سعاد. فضا پر بود از شادی و خنده بچه ها. نه اونا کردی بلد بودن و نه ما عربی، ولی وقتی اونا میخندیدن ما هم میخندیدیم و وقتی ما میخندیدیم اونا هم میخندیدن. وقتی غروب میرفتیم سمت خونه‌مون برای هم دست تکون میدادیم. ولی الان دیگه رودخانه خوش شده. سال 37 خرداد یا تیر ماه ما تعداد نزدیک 40 نفر که بچه های مهران خودمان بلدیهشان بودن، به قول راه بلدشان بودن، حرکت کردیم، رفتیم، خلاصه از مرزم رد شدیم. يمي العيون السود معجوز انا لابس الفستان وقالت لي انا لابس الفستان وقالت لي انا حلوه مشيتها ده تمشي بوهدنا. من توی یک چایخانه مشغول به کار شدم. منطقه‌ای که چایخانه درش به اصطلاح کار میکردیم منطقه مسبقه بهش میگفتن. درست روبرو عمارت ساختمان خیلی وسیعی هست، معروف هم هست به نام دامرچی و همجوارش هم ساختمان بانک رافده. مشتریان هم بچه های خود ایرانی بودن. کارگرای ایرانی که اونجا کار میکردن و من باشان هم ارتباط تنگاتنگ داشتم، شب پیش اونا میخوابیدم، معمولا سواد نداشتن و من به اصطلاح سواددار تو اون مجموعه بودم. می آمدن برایشان من نامه می نویسم برای اینجا. جالب اینجاست که اونجا تو من ندیدم کسی از این کارگرها بیاد نامه‌شو ببره پست. خیلی کم، به ندرت. همه‌شان نامه‌هاشون رو میدادن دست کارگرایی که اومدن اونجا 1 سال 6 ماه 2 سال هرچه کار کردن برمیگردن ایران، نامه‌هاشون رو دست اونا میفرستادن. اونجا بجز کار با دوستای عراقی و ایرانی تفریح و پارک و سینما هم میرفتیم. تا نزدیک 3 سال 4 سال پیش او چاچیه کار کردم. تقریبا یه مدتی که تو این بازار و اینا کار کردیم، بعد پیغام نامه برام اومد که خلاصه بحث ازدواج مطرح کرده بودن و به هر صورت شما باید ازدواج بکنی و بعد الان هم دختر عموت و زمان قدیم رسم بود یه دختر عمو ناف بریده، بله، میخوانش و بعد ما جلوشون گرفتیم و بعد بیا.
نامه تو خود اطلاع داشتی نامه را مکل کردن؟ نه ولا نه وزد خمینی انی ود خود وتی تخیلت عرق ده یه قصیه دیگه راست به توی لباس و شکل و قیافه تاقوتی آهم راست میشه یعنی دل گرتگه دل چم کرد خره ولی آنینا اشتباه کنم ولی اشتاد گنم ونشتی و بینیه کردم بعد از ازدواج من احساس کردم که تو او تجارتخانه حقوقش کافی نیست و باید خلاصه کار دیگری تهیه کنم. بعد که بود که رفتم تو من چون سابقه چاچیگری داشتم و به قول اونا استاد بودم و وارد بودم، رفتم پیش یه ایرانی به نام حاج محمد امید که ما خودمان به زبان خود محمد امید که بچه ملکشاهی بود، آقایی بود. بعد ابو صبا هم فامیلش بود، شریکش بود تو چایخانه. در آن زمان عراق آرامش خیلی خوبی داشت و مردم زندگی خودشونو میکردن. اما این آرامش قبل از طوفان بود، طوفانی که هنوزه تموم نشده. در عراق بر علیه عبدالکریم قاسم کودتا شد و حزب بعث حکومت رو به دست گرفت. عبدالسلام عارف بعد از اون شما هر شود که دیگه ایرانی‌ها میگرفتن، سوقشان میکردن. موقعی که میگرفتنشان دیگه نه میتونستن وسیلهشان رو جمع کنن، نه خونهشان رو نمیتونن میآوردن، سوقشان میکردن. همون وضعیتی که پیش اومد و بعد تو ایران اردوگاه زدن براشان ایران. اینجا خسروی نوار مرزی ایران و عراق است. در فاصله بین منظریه عراق تا پشت دروازه شهر خانقین خط زنجیری از اتومبیل‌های عراقی در دو سوی جاده متوقف است. سرنشینان پریشان حال این اتومبیل‌ها ایرانیان رانده شده از عراقند که در انتظار ورود به خاک ایران به سر میبرند. کندی کار عبور آنان از مرز عمدی و از جانب مأموران عراقی صورت میگیرد. بچه‌ها، زنان باردار، بیماران، سالخوردگان، دانش آموزان، روحانیون، مادران جدا مانده از فرزند، زنان بیخبر از همسر و بچه‌های گم کرده مادر سرنشینان آواره این اتومبیل‌ها هستند. یه خانم یکی خواننده سر برینه او رفیقه من طارق ربیعی. طارق ربیعی هنرپیشه مشهور معروفه. یه خانم فرمایش کرد یک عباس یکی از رانده شدگان اون روزاست. او هنرپیشه طنز تلویزیون عراق بود و مردم خیلی بازیشو دوست داشتن. حاجی ایمد دوست داشتیم من چند خطر در اکسل عراق بینیم من، ولی متاسفانه نیه میریم. یعنی مفقود بینه چه ناوردیه اصلا در عراق ناوردیه. پشت سرم سوزان اینا محاتمه و خودشوالیش نمیشتم. اولین برنامه به نام فتحفار اجرا کردم. یه ازیات دکانه و دیگه از فیلم هنرمندی دمی نمایشگانه دیدم. بله هم کاری وردمان چنین بکردم چشم. اولین برنامه به نام فتحفار خواهم نویسنده چون اجرا کردم. دی کم کم کیشا کودتا بی بر علیه عبدالکریم قاسم برده کارمندان رادیو تلویزیون گرسن منیشم وردانی مدیر کل رادیو تلویزیون گرسنه خسنمان معسکر رشید
الان الگر سلیمان عسکر رشید پادگان رشید ششمان دور اینا اوان یه زانستن ایرانیم اگر ایرانی بیام دگرتنم و چون زبانم عربی مسلطی بعد به زمانه دراتم بوده زامنم کردستانی بی اهل سلیمانیه ای دال خی وای چرا سلیمانی من دام الخی و هنو و کوتو و شویچو و سی حسن و حاتمه اگر ای حزب البعث ناتا ما هنوز هم دوری ما از کم در رابطه ورد رفیقا زمان صدام سقوط کرد چوم را بغداد فیر کردم دیلا دولا حوال پسی کردم کلا مردین یک جان و زنده نیم بعد از اینکه به وسیله حزب بعث از عراق رانده شدم در سال 46-47 بود که به خدمت سربازی رفتم. سه ماه 4 ماه مانده بود پایان خدمتم، ثبت نام کردم واسه تربیت معلم شیراز. بعد 20 روز مانده به پایان خدمتم اداره پست ایلام هم یک آگهی داده بود واسه استخدام. اومدم تو اینم شرکت کردم تو اداره پست. بعد از 5 روز یعنی 15 روز مانده بود به پایان خدمتم اومدم امتحان دادم. روز بعدش هم نتیجه کتبی بهم دادن که قبول شدی. خلاصه حکم ما دادن مدیر دفتر پست موسیون. این بخش موسیان فقط یه گورهان ژاندارمری داشت که نامه و اینا مسائل اصلا نامه داشتن، یعنی همه نامه هاش در روز 50-60 پاکت نبود، ولی واسه 50-60 پاکت 4 نفر نیرو اونجا بودیم، کاری هم نداشتیم. و قرآن جان در اگپا یه بسیه او یک نام موس پتکی یک لانی شب موسیانی خوی موسیانی ها دراد پتکی هم دراد جذاب این برای رمضان فرق سیب داشت هستی درادن و قرآن یاد وقتم آخا باشه خو اداره ده وقتی تمام بیا بسیا سربازلت یاد تق 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 باید بچیم اولیانو بودم. خلاصه انقلاب شد تو موسیان. انقلاب که شد ما بخشدارشو بردن کردن فرماندار دهلوران. سرپرست بخشداری موسیان رو دادن به من حالا مسئول پست موسیان بودم و بخشدار موسیان بودم و شهردار موسیان بودم زمان انقلاب. خلاصه پست با من موافقت کرد که من برم مهران رئیس نداشت، به عنوان رئیس پست مهران من منتقل شدم. دیگه گفتم از خیر بخشداری و شهرداری اینا گذشتیم و خلاصه تقریبا سال 58 منتقل شدیم مهران. سال 57 یادمه تو بلوار خسرو مهران که الان کربلای 1 نامیده میشه نزدیک پل زائر کنونی
که همه هموطنان به واسطه حضور در راهپیمایی اربعین قطعا اونو میشناسن. یک بولوار مصفا پر درخت و در واقع حضور بچه‌ها با توپ‌های پلاستیکیشون که اونجا واقعا در آرامش کامل فوتبال بازی می‌کردیم با هم دیگه و الان هر کدوم برای خودشون مردی شدن. در کنار اداره پست مهران که محل فعالیت و در واقع کار پدرم بود، من هم همیشه اونجا کنارش حضور داشتم و یه جورایی با نامه‌ها همیشه در واقع عجین بودم. بعد از انتخابات یواش یواش گله‌دارا، اونایی که تو دشتا بودن، مرزداران، اونایی که به اصطلاح متوجه شدن که تحرکاتی اوور مرزها هست، گزارش هم میدادن ولی کس توجهی به اون صورت نمیکرد تا زمانی که نخیر دیدن که تحرکات خیلی مخصوصا طرفای اوور روبرو قلاویزان و اینا که مردم هم کم توش بیدن، فقط چوپانا اورا میرفتن، خبر می آوردن که آقا خیلی به اصطلاح الان نیرو جمع شده، تانک، نفربر، امکانات. هیچ وقت یادم نمیره غروبی بود حدودای ساعت مثلا 6 و 7 بعد از ظهر، به ناگاه صدای انفجاری آرامش شهر مهران رو به هم ریخت. زادگاهم، شهرم و پایتخت تمام داشته‌هایم مهران اشغال شد. ما ادارمونو به سالاباد که ما بین ایلام و مهرانه بردیم. نیروهای زیادی از سراسر ایران به جبهه ایلام سرازیر شدند و کار ما 10 برابر شد. به جرئت میتونم بگم که اون روزا یکی از پرکارترین ادارات پست به نسبت جمعیت اداره پست ما بود، به طوری که از تعداد 10 میلیون نامه‌های جنگ بیشتر از 1/3 اونا از جبهه ایلام به شهرهای ایران ارسال شده. جنگ روز به روز شدیدتر می شد و کار ما هم بیشتر. اما چیزی که خیلی منو ناراحت میکرد نامه‌هایی بود که به آدرس مهران ارسال شده بود و توی ادارمون انباشته و بلا تکلیف بودن. چرا که دیگه چیزی از مهران نمونده بود، نه کوچه‌ای بود و نه خیابونی، فقط و فقط اسمی از اون مونده بود که اونم توسط عراقی‌ها اشغال شده بود.
امروز اومدم همکاران قدیمی مهران را ببینم. رجوعم ایری ما وهاب نام نگهبانی یا شیخ حسین رام رو به کم در ایران کار داشتیم در ایران که گلو دوام هات ما وهاب هات ما بمباران صلوات بر باران بی می ندل وهاب هات وطن بشرم کشیانه وهاب هات وطن خیره وهاب هاتی است ود صلوات بمباران بی وطن محود بمباران بی مرحوم شهید مرحوم یادلا شهید بی وطن بشرم دیان شهید نه و بشریتو نیمسان وقت با محله ما چی مالی ما و چی ما وقت خوی نرشیای و خوی فقط هنر برام شهید دلار رشیا قدیم است. آقا حاتم خو چه بشه مینا سال آباد کلاً بار کرد. بچه‌ر ما در سال آبادیم. خدا شهاد است شوانی حاجی منصوری بعد وقتی فرخ زاد دوره کسایان مدیر کلمانی اصل کسی او سر بنده خدا چی شو سری ها در سال آباد مثل شو چوار شو بچه‌رم ها دوره بینه جنازه هنوز تا جنازه بردن مرحوم گدلا شو هاتم دفن کردن خدا شهادت وقتم داله بیدم چراغه بکدار اگر مشکلی بی چراغه بنمن و باید اراد مشکل رمضان هاتم دفن مرحوم گدلا اگر چراغه نمانیم بدیم اینقدر وضعیت ناامن ناملا دنام 500 تومانی بی 1000 تومانی بی نخستوزان و لاکیانیش کریای مورله سربازه لکرده کردن مثلا آجیلی ریان کردن کل کردن نون مثلا خرمای فلان یانه واسه امانت یانش و عنوان بیمدودن جن بچه بودیم اونم میشخواست در روستای در میشخواست شبانه روز در شهرگون یعنی شام دیده خدیم در نام سنگر در شهرستانهای مختلف و گونی نده گونی ایلا که کیسه چادری بین خدا گواه کیسه دیان بی 3000 در نام یک کیسه نامه بین دیاتن ایدایی به برادران رزمنده ننیسانی کی منی شانسی هر که ما دیدیم جامعه سرباز دیدیم جامعه بسیجی دیدیم مثلا گروبانه افسر هر که دیدیم ده نامه جامعه ده نامه دیان بی پوله بی وازده کردن مثلا خواهان 1000 تومن اون موقع پول فریو 1000 تومن دیوی 500 تومن دیوی دیان بی دانش شکلات دنوی بی دیان بی اعتبار وسیله یا نه این نامه یا مثلا جواب ایده جواب ایده یا باعثی ازدواج کردن پست باعثی بی کاره بود پیوند دهنده قلب ها پست بی این نامه که دولت مثلا دیام یه نامه که ایدایی بر رزمندگان ها جدا در نامه شخصی خدا گواه سنگره همه دوگل مارده بی نه وان کارم داشتن نه من کارم ماریله داشتن یه سری مسئولی ردبانه خود دهن وزیر وقت نه 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 یه وزیر نه 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 یه وزیر تربیه حاتم میران و نام سنگره ما نه نبوی و وزیر پستری تلفن سابق حاتا رو و من دوست دارم عکس یادگاری بگیرم بودم زانی ای کارمنده تنها نیره ابرم مارلی سر مارلی دیده دارم سنگر رو ولی های جاوی بودم و آبازان چکم حقیقت چکم مالا گروبانی آتش جبهت بیا امیر بیا سردار ولی پستیله من ها پستیله مهران 3 سال در اشغال عراق بود و وقتی آزاد شد هیچی نمونده بود. الان داریم وارد شهر مهران میشیم ولی بچه‌های دیگه دست دادیم اینقدر بچه‌ها خوشحالن که همه برای هم دیگه دارن دست تکون میدن بچه‌های محور 420
مریمیان زنگ نان که بیشن دیان یاد نیاییم خب نه الان کار نیاریم سلام برسن یا الله نه خدا در نتیجه هاش خانم انشاءالله الان در جوانی نوره هم مجرتی گردی حج و قرآن نه میشه بسیدی ما الان ده جبرانی کم حرام بوانی بدبختی پانا دست باید مکنیجه را دیارم رون علیه نمنیه بیشه سرپرست و حقوق بنه و خدا حقوقی ناشتو اوی ننم حقوقی ناشتو وظیفه مانه باید پاناسه با جور بچه باید آریا هن بکنید درودم یا من بنور تو هم جبران بکن بوز گوش بیا کنیج را دیارم در خدمت بو کارلا یه چیزی بخوازم خب بخوازم خود بچو هر کوچی بچو بکارو بینیرم عجب ده نه تمام بکن یانش فقیر کار داره هم بنشتنم پایی من اشکال نیاری سلام علیکم سلام نجی آقا سلامتی سلام اجازه سلام علیکم بفرمایید درمان کرو پیران دروا فشکا شده تزینوی بارم دوان ورا قربان آرام دلایم شتد کردم ورا قربان اقلد بردم وامد بردم سوتام درزم ورا قربان اقلد بردم وامد بردم صدای دلنشینی داره و به آدم آرامش میده. آرامش چیزی که اون روزا مردم ایلام برای چند سال اونو نداشتن و فراموش کرده بودن. آخه هواپیماهای عراقی خیلی زود به اینجا میرسیدن. مردم محکوم به ترک خانه‌هاشون شده بودن. تابستان و زمستان هم فرقی نمی‌کرد. اونا باید توی خونه نمی‌موندن. پیر و جوان، بزرگ و کوچک هم نداشت.
آواره بود. هیچ وقت مصاحبه اون پیرمرد که در آوارگی 2 دخترش را سیل برده بود فراموش نمی کنم. اول خوان برد و ایگل جتل دشور خیلی بردم بسافه خیلی دور اومد بوار مرگ و قب کتاب پرچه داری گرتم یه زام دارگه چه قب کنیم پرچه داری گرتم به تم ورتم من تم و زور هارون ورتم و ای به تم و جتل زدی ما هات دار دام و دم آو برد که زب بچه داری؟ بچه چشم هیچ فرق نداره بچه چشم امروز با همکاران قدیمی ایلام دور هم جمع شدیم که از اون روزا بگیم. من یه دفعه پست آوردی من مبادله کردی من آوردی من را ایلام ایقا وسیله ارتباط نی دویل انگوشتر یه شهیدی ناین نام پاکتی در موقع مبادله پستی و تفکیکیان متوجه بی من دویل انگوشتر یه شهیدی مایگجی و آدرس ناین نام پاکت داره پست ایلام ارسال کردن رای خانواده و خاطر یک هند در قسمت نامه رسانی بیم بعد بتون با چون امتیاز راننده بیشتره بچموره و ایما درخواست کردیم و خواهش تمانا بیم راننده ایما بیم راننده پست اندیمش کپتن ملی ایلام خدا وکیل حد دوره مشروع کنم و ای هم کپتن ملی 3 سال تمام ساعت 4 صبح وردی هم برای همکار و مبادله کردیم چی معره اندیمش که همه ریا و لانده و جاده خاکیه من شو ایلامیم خواستم ایلام بخافم چما و آبادی خمانه قنات آباد فامیل داشتیم کره موسیانی آخر سنگر موسیانی بس ود کرم بولا شوکی شم سوار کردم خرخوی دور بچه های خوی کردم نداره بچه بعد از یه هفته تقدام بریه که بشم نامه بارم که بچه سالم الحمد شکر خدا بشم نامه آوردم بچه سالمی و خبر خوشی را بردم که انشاءالله امید خدا خسنت ایلام دی جبهه تمام بیا هفته آینده بیا بعد از یه خواد بود فلانی متفاوت بود من ممنون سرکارم یه داشت و نخفتم الان شو راحت خفتم بچه‌مش حادث ایلام تلفن رسه سراولا و ساخت تلفنیانه نی و خمیل ما که من انشاءالله خدمت ما ایلام ششتار و باوم ناراحت نم همکاران پست دهلران و موسیان هم زحمت زیادی در زمان جنگ کشیدند. این منزل منابر حمیدی درسته کسیدم بچه گپی بی الان حسان دیره؟ کسیر نه الان دیره نیم متاسفانه بعد از جنگ نه بعد ساختمان نیرو انتظامی الان حسان دیره؟ یا هستن بله راسته پرچم بنده با موتورسیکل در طریق آبدانان در هفته 34 روز من این نامه را می آوردم مقر به مقر واحد به واحد تا دشت عباس حتی خاطره ای دارم یه روز بعد از حمله فتح المبین گوشه همی پل عین خوش الان موتورم خراب شد بنده هم نه نظامی بودم نه اطلاع جنگی داشتم چیه
خدا گواه تا اینکه یکی از کوهپاره‌های گشتی‌های ارتش به نام لفته خاکی با موتور پرش گشت می‌زدن، اینا اطلاعات جبهه نمیدادن. گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفتم الان موتورم خراب شده، فوش و فلان، با خودش را در اومد فانوس خو چفیه شو اینا را در آورد، موتور رو بکسل کرد. گفت الان عراقی ها از روبرو شهرانی تو میزنن. خدا گواه ما حرکت کردیم، جای ما چندین بار مورد اصابت خمپارا تا های اندازه. با این وضعیت 120 کیلومتر اینا با موتور با چند تا گونی نامه با موتورسیکلت و لاندور هم یک شیفت پست دهلوران اینا آوردیم از کرخه تا خود شوش، جز حوزه دفتر پست موسیان به تصدی بنده آقای نعمت الله فرخی هم از دویرج موسیان تا نزدیک فسیل این جز حوزه نامرسانی و پیامرسانی آقایان دهلوران دیه. حاجی یه اخلاقی داشت که هر وقت رزمنده ها یا نماینده گردان ها و لشکربر نامه هاشون نمی اومدن، خودش دست به کار می شد همون روز یا روز بعد حتی اکثر خودش با اون لاندرور سفیدی که داشت و مال اداره بود در واقع عزیمت می کرد و مناطق مختلف نامه ها رو می رسون. وقتی آدم نامه های جنگ رو می خونه فکر می کنه اونا از یک کره دیگر اومدن و با ما خیلی فرق داشتن. یک طرف بچه های درگیر با آتش و تانک و توپ و یک طرف پدر و مادرای چشم انتظار و نگران بچه هاشون. خدمت خانواده عزیز، ضمن عرض سلامتی شما را از درگاه خداوند خواهان و خواستارم و امیدوارم که حال شما خوب باشد. به مادرم، پدر و مجید و همه برادران و خواهران و دوستان سلام فراوان میرسانم. من اکنون که این نامه را می نویسم ساعت 8:29/12/1364 است که در داخل خاک عراق هستیم و حال و روحیه ما بسیار عالی است. اکنون که نامه می نویسم چند ساعت به سال 65 بیشتر نمانده است و امیدوارم که این نامه به دست شما برسد. 15 الی 20 روز دیگر امکان دارد به مرخصی بیایم، شاید هم زودتر. ما آدرس گرفتن نامه نداریم و منطقه ما مشخص نیست و نامه ننویسید. تنها بیشترین تکیه من روی مادرم است. هر کس نامه را میخواند خلاصه مادرم را قانع کند که ناراحت نباشد و به او روحیه بدهد. در پایان از همه شما خداحافظی میکنم و همه شما را به خدا میسپارم و عید و سال جدید شما مبارک باشد. تقدیمی از سنگرهای غرب، حمید. حمیدی دا خطا نکنم میو و نی مجید لیا رورا خوام خر قطارش داخین بیاوانه دتم رورا یا قدا و تو و جبا و جاوا رورا توتي مواجبات سما رورا دانشقا ولا ويا جان دينا درد داك زي درد ورغوا غامس زيادة بكا سی کم 6 ماه 3 ماه خستم پیش سر 3 سال خستم 10 سال خستم 8 سال نبینید در بیمارستان میمونتن جسد یا ناشادا ورا رشیا سرم پرساز بدبختی خوام نه جسد هم دار با ساعته آوردن و نامه آوردن ساعت جر خورزی وطن با ساعت خوی نیان وقتی چی کارگری ده 50 چم کرد 12 تمندایی هاشم با این آیه کار وطن رو کار ارچد و رو غریب دار ولی بخوابونه وطن رو برگرد و مرجبه چم پیررچم بیده در خرجی بکرد دار ولی 12 تمندا در آوردی
خدا و ما خدا حاجی محمود 30 سال هر که تقه درم دادا دو مایشونه برای که پامچم در آواز کردم برای که خدا کمکم کرد برای که چبو برای که بران بود 30 سال من انتظار کشیدم هم نتونی سال انتظار زار روی بگی چه شبه دوباره دم 30 سال انتظار برای یک مادر. مگه یه آدم چند تا 30 سال عمر میکنه؟ بچل کی دیتو خوب منم دیتایل بدم کیون نه بابا همه خوبن نه بابا بچه بد نیرم اصلا همه خوب زهرا زینب خوبه فقط مارتیا اومد نه بابا نه ایجور چشتی من قبول نیرم اصلا. اما من دخترای خوب دیگری رو میشناسم که خیلی خوب بودن. اینجا مدرسه است، همان مکان مقدسی که تمامی لحظه‌های زیبا و خاطرات تلخ و شیرین کودکی را در خود به یادگار می‌نهد. همان مکان پرمهری که بذر محبت و دانش را در قلب‌های پاک و کوچک دانش آموزان می‌پاشد. این میز و نیمکت‌ها که این چنین ساکت و خاموش مانده‌اند، جایگاه عده‌ای کودک معصوم است که دلهای عاشقشان از لهیب بمب‌ها فرو ریخت و همه کودکانه کلاسشان در شکستن و خرد شدن و فریاد مجروحین محو شد. ایران خانه ما، خوب و عزیزی، ایران زیبا، پاینده باشی ای خانه ما. پسرها هم خیلی خوب بودن، حتی به ما بزرگترها هم درس میدادن. هنرجوی اینجا بودن. چه سالی هستی؟ من میگم سال 1962 63 یه اعلام میکردن نامه‌ای از جبهه اومده متعلق به بسیجای هم دانش آموزای هم کلاسی‌های شما بوده، نامه براتون فرسته. نامه‌ای که می اومد میچسبوندن پشت شیشه. البته شمایل اینجا خیلی تأخیر کرده، این میله‌های فلزی و بعد از تأخیراتی خود سال‌ها 30 و بکنم 5-6 سال گذشته از اون جریان. اینجا یه تغییراتی به لحاظ شکل این پشت پنجره ایجاد شده، ولی پشت این پنجره ها نامه ها میچسبوندن به خاطر دانش آموزان هنرجوها می اومدن اینجا نگاه میکردن، کسی که هر کسی نامه خودش هر کسی نامه داشت می اومد تحویل میگرفت. اول جان باید تا با می دست و جان تر یکی اره گلیت نانی با تقدیم به حضور مبارک برادر حق مراد همتی سلام عرض می کنیم و امیدوارم که حالت خوب باشد و این سلام مرا که از راهی دور و قلبی نزدیک حضور پاک شما می آید با آن جوابی قانع کننده بدهید. و یا برادر اگر می خواهی از وضع ما و مادر و خانواده خودت با اطلاع شوی، الحمدلله سلامتی همه خانواده برقرار است و تنها ناراحتی که داریم
از دوری وجود مبارک شما برادر جان می باشد. ما وقتی به فکر شما می رویم دیگر هیچی از زندگی به یاد ما نمی آید. در پایان فریده و اهل خانواده متشکل از افسانه و لیلا خیلی از رسیدن نامه خوشحال شدند و خدا را شکر کردند و در ضمن نامه شما در روز یکشنبه که عید نوروز بود به دست رسید و خیلی خوشحال شدیم و امیدواریم که همیشه نامه نویسی را فراموش نکنی. از نظر کوچ ما هنوز 13 روز دیگر کوچ نمی کنیم و الان 1 روز بعد از عید می باشد و هنوز کارهایمان را درست نکرده ایم. ما باید به دولت بزرگ زیرکنی کوچ کنیم ولی کوچ بدون شما ارزش ندارد. سلام عمو، حالت خوبه؟ منزل آقای همتیه؟ آقای همتی آمال؟ صدای که بیای. سلام آجی، یا الله. حالت خوبه؟ سلامتی؟ خوبی الحمدلله. خانواده خوبه؟ بفرمایید. تشکر، خیلی ممنون. با اجازه. خوبی؟ سلامتی الحمدلله. خانواده خوبه؟ خب حاجی در چه واحد جناب عالی خدمت کریه؟ دو دستور. منطقه خوبی زمان؟ منطقه خوبی کردم. دست در سال 65 سال 65 ازامی 65. خب منطقه کوشک و خرمال و نزدیک شلم جنوب جبهه جنوبی. بله جبهه جنوب. بعد ناماویانه را دمار دیاد؟ نامار تاندر ایستوریه نامار یه 6 ساله است قبل از عملیات والفجر 10 یه مرحوم عقیل عبداللهیه یه خواهمم یه عباس زرگوشیه نیزنم فکرم یه حاجی صادق در زروش شکر یه مرحوم حبیب زرگوشیه یه حمید زیدیه یهش محمدیه کارمند آموزش پرورش. من سال 66 به عنوان بسیجی به جبهه رفتم. جنگ ادامه داشت تا اینکه در عملیات والفجر 10 به شدت زخمی و اسیر شدم. زمان شب عملیات که بالاخره شبیه که نمیشه جزئیات عملیات رو الان توصیف کرد، ولی همین رو میدانم که صبحش ما متوجه شدیم که حاج آقای منصوری جا مانده. زمان برگشت به منطقه رهایی همون منطقه شیخ صالح بود. واقعا غروبش که میشد شب بعد از عملیات غروب بسیار سخت، دلگیر و نگران کننده بود. زمانی که اومدیم ایلام که خبر اصلی شد دادم که واقعا خبرها ضد نقیض بود. در مجموع خانواده به این نتیجه رسیده بودن که در مجموع ایشان احتمال شهادت ایشان وجود داره، لذا مراسم فاتحه حتی من تقریبا چند ساعتی در مراسم فاتحه که بعد از ظهر بود شرکت کردم. خونه عموم که بودیم تو حیاطش من داشتم بازی می‌کردم که یه دفعه سر و صدایی تو کوچه می اومد و صداها آشنا بود. در حیاط باز کردم رفتم بیرون، دیدم که چند تا از دوستای صمیمی پدرم که یکیشون مرحوم حاج سرگوشی بودن دیدم و از حرفاشون فهمیدم که میگن چادر رو چجور بزنیم از این صحبت ها و من بدو رفتم داخل خونه و به مادرم خبر دادم که دوستای بابا توی کوچند و دارن در مورد چادر زدن صحبت میکنن که مادرم رفتم بیرون. یه دفعه صدای مامانم اومد با نالو اینا، زود اومدیم بیرون گفتیم ببینم چه خبره.
بعد هی میزد سینه و میگفت راست میگی چی شده فلان، میگفت اینجوری حاجی شهید شده. باید مراسم سوگواری پدرم رو بگیم. یعنی اونا اومده بودن میگفتن شهید شده، نگفتن مثلا یا اسیر شده یا مفقود هرچی. من اسیر شدم و دوباره به عراق اومدم، اما این بار دیگر نه صدای آهنگ‌های ناظم غزالی و قبانچی بود، نه بوی قهوه عربی قهوه‌خانه‌های بغداد و نه بوی ماهی کباب خیابان ابی نواس. صدای ناله بود و شلاق و فحش و ناسزا، بوی خون بود و تعفن اردوگاه‌های مخفی عراق. وقتی من اسیر شدم منو به اردوگاه مخفی تکریت 11 بردن. اردوگاه‌های مخفی در لیست صلیب سرخ نبود و هر کس به آنجا برده میشد انگار مرده بود، چون هیچ کس از اون خبری نداشت. حتی نمیتونست به خانواده‌اش یه نامه بنویسه. من برای خانواده‌ام دیگه زنده نبودم و آنجا برای من مراسم خط گرفته بودن و اینور من از این که نمیتونستم یه نامه به خانوادم بنویسم خیلی ناراحت بودم و این برای من که یک عمر نامه نوشته بودم و رسانده بودم خیلی سخت بود. برای همه همبندی هام سخت بود. چی من النام کمی حواساری 14 نفری نسم تیخ دیانمان تیخ برزیلی بیان خوان و بعد 14 نفره و نسم تیخ اصلاح بکن. بعضی بیخونی راسینو یا سو شکنجه تا کیمنو اعدام تا کیم هر کم می و قصورتی او بیا چیز. خدا شاهد بعضی شقاتی قائم کردین و شقاط ریش قانده سوزان. بی مجبورین خو اسارتی. صف ماندان یه ساعت طول نکشه. یکی و نام قیس بی در اردوها خیلی خشن، خطرناک، به رحم واقعا بشن بیدینی بی هر که دین داشت و رحمی دیدی. آقا هاد و کابل گو امور دستی کن و تعال کلم سر بالا. فارسی خیلی دزان است. سر کردیم ابان ود مرحمت علی رضا درویش سلیمانی ودم نه و تعال هناک زمار. من کمی سیول داشتم، من دور 15-16 سالمی. سیول خوبی نه، یک کمی کل که بوراتی گذر و عمودسه کیشاه، ابروهلم کیشاه، گوشم کیشاه. خدا وکیل 160 کشیده. یکی به نام نظام الدین بی در نظرم سرهنگ ارتشی. بعد بنده خدا و شماره کن من 160 کشیده دان الان. عصر 6 بلگه چیم کلی آتره و کلا ناراحت. شکنجه و نخوردن و نخوابیدن در زندانهای مخفی کوچکترین مسئله بود. فاجعه بزرگ این بود که به دلیل بیخبری خانواده ها از اسرا اونا فکر میکردن عزیزشان شهید شده. در خیلی از موارد نامزداشان و زناشان ازدواج کرده بودن و برای اونا بعد از آزادی تازه اسارتشان شروع میشد. چون اونی که انتظارشو داشتن به استقبالشون نیومده بود. ایبا در میرانی من در گردان عملیاتی 500 بود. قرار برای 12 عملیات بکنیم. چی من او را عملیات لو خورد بعد کشار را 23 یا 22. بعد او را خلاصه کلام شرکت کردم و اثرات بسیار در آتیم و زخمیم در قسمت سر و پا تیر خوردم. چله بچه نچو یا اسیر بعد مال باقی سیاهنی پس دام داریم حقا می فقط تک تنها یه و خدا فقط داشت فامیلی داشتم شهید بیو
چمری نیم نفاتاگیم بعد هبیه هنی یه هنی کاف هدوت نشوا شهید بیو یه هم میلی قام کرد مکان بعد وقت باولی نشوا وشان فلان کا شهید بیو بعد هاورنی باو اول شهید بیو بعد سر سالا بعد جورهاتی ما چمریانه نایم بعد جامو چوم خدا شاتاجی بعد یه زن با آگاهی تر رگش جورا ایکور و کول مایا هر رگش و کول می تا نام او باوت آیا کیا جانو جولی چه باور را یه رو خاطر مخاطر چمن جانو اودیما و کول می تا چمن تا این سر سال خدا شاته دارگی نشنم چه به مالی باگون دوگون نه می کورشون پیاگنی علم آج چه دو باو بیره یه گناسا مال باوگی بیره بیا سر بگون نه ونی موتم تنگ را کور وتم نیتیانه بیل میجی بعد وتم که خواب فریت تنگ برو تو هاي لا فما هيش نقراين ناش تو هاين شحد شي دكرم كمان وت كمان كرم مال باق اي براد مدوس رفي مسرم يوم دونا سات صار روزم كرني شو ما مال خاتم وسركور كور حد شي دكرم كمان قناني نا سات صار روزا چه يل بيديجي چه سالي سات صار روزا قبول دارم حال الرياحاتي بجوار هات مودوما حضرت فاطمه كرمدي دام علاودم دديام دزريكا دچريكا اي كمان ودونا سر پیچاو مقناو گو دنیا جربان ملو کرونی با خدا هاجی جحد شده ایلا اولا همسا ایلا جحد شده دگردم دودم هبینم و جا بینم شاید کنه قبول داشت بیلمه گناهی رو کنه بیلمه جحد شده دگرم قبول نه همسالی هم نیستنم گونه منی چند ناسا 14 سال بود خدا شاده جحد 4 بار خاصی داشت با بیلمی جحد خسیه دایگم دايقوم بشوي باقوم دوغنا كيو خمن خجالات خميكا يما بمانيو هاجي مثلا كلم كل ما مال باقو خمي كل دك دو بينشو خدا شات هاجي او كراسيه ورمي تاساتي هاتوا بعد 3 سال على هاتوا عمل لي بصرام سنه كني ورم خدا شات